استاد کدام دعاها رد نمیشن؟ خداوند هیچ دعایی را به جواب نمیگذارد صالح، اما پذیرفته شدن دعا به معنی برآورده شدن خواسته های عینی انسان نیست. چطور یعنی؟ هر خواسته دعا کننده شاید به نفعش نباشه. میری پیش دکتر و به خاطر مداوا از او دوایی میخوایی، او هم دوایی برعکس خواسته تو را برات میده. فهمیدم. یعنی خواسته های ما شاید به خاطر صحت ما مفید نباشه. پس دعاهای اونهایی که رد نمیشه کیا هستن استاد؟ اونا کسایی هستند که دارای قلب گشاده، دل مرتبط با ماورای هستی و آراسته با ایمان راسخ می باشند. یعنی او انسان‌های صمیمی که هم نیت خوب، هم رفتار شایسته و هم عقیده راسخ دارند. اگه بخوایم اونا را تشبیه کنم، طالع‌مندانی هستند که به مقام رفیع انسانی رسیدن صالح. پس دعای همچون انسان‌ها رد نمیشه، همونطور نیست؟ آیا ندای یک قلب پاک هیچ بی‌پاسخ خواهد ماند؟ آیا خداوند او بزرگوارا را کدام وقت دست خالی برگشتاندند؟ پس این طالع‌مندانی که با مقام رفیع انسانی دست یافتند به هیچ صورت دست خالی برنخواهند گشت. نه خیر. اگر اشتباه و کوتاهی داشته باشند، حوادث و رویدادها با زبان حکمت به اونا میفهمونند. بازگوی رویدادها با زبان حکمت خیلی باید جالب باشه. کسایی که قلبشان به این پیمان پاک است، از خلیدن یک خار به پایشان هم عبرت میگیرند صالح. در این صورت دست به کار شده و برف کاسته هایی که در خواسته هایشان نهفته بود میپردازند. با رمز فهمانده میشه برشان که برف کاسته هایشان بپردازند. ما حال عازم یک چنین کاری هستیم؟ اگه کار باشه چرا نریم؟ بهتر است بگویم اگه مأمور باشیم آیا میتونیم نریم صالح؟ از برای خدا. پس برو قبل از اینکه دیر شده. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا ما و فرزندان ما از زیان حسادت در پناه خود داشته باش. خداوندا مرا از جمله سخاوتمندان و انفاق کنندگان قرار بده. نوش جان احمد جان. زنده باشه کاکای بای. خودتان بسیار خسته نسازین کاکا برای. بچه‌هایتان کجاستند؟ چرا امرایتان کمک نمیکنند؟ اونا هر کدامشان گرفتار روزگار زندگی خود هستند. ما اون چیزی که از بس توان پوره از کار میکنم به خاطر که فایده این برسه. فایق بچی ده همیسون سال باید اونو به درتان بخوره کاکا برایم. محمد خوب به کار میگرده. شما دیگه باید کم استراحت کنین. من راحت هستم. خداوند امکانات بریم لطف کرده که انشالله تا آخرین رمق حیات خود به خاطر نیکی کردن به دیگرها از امکانات استفاده خواهد کردم. بچه های ما میگه میفهمن. من آزرده نمیسازم. انشالله. پدرم باید از کاربار دکان دست خود بگیره. من یک خریدار پیدا کردم. او به خاطر دکان خوب پیسه بر ما میده. دکان بغلیم بیز خالی است. هر دویش یک جا کرده یک فروشگاه جور کنیم. بفروشیم لالا، بفروشیمش. ما از غم معاش کم ماموریت خلاص میشم. دقیقاً. اون نفر کیست؟ آدم اعتمادی است؟ یک آدم بسیار پیسه دار است. ما رو چی غرض است که پیسه را از کجا پیدا کردم؟ میراث برش مانده یا کار کرده پیدا کرده؟ پدرم شخصم قناعت بتیم. یک راه پیدا میشه. زیاد هم سرش فشار نیاریم. بیز و پیر و زیر شده. نکنه یک دفعه از دست ما. به ما چی احمد؟ به ما چی؟ ما از دست کلشخی او سالاست که مفلس و بی پیسه هستیم. بس است دیگه، هر چی میخواد بکنه دستش خلاص. دکانو مفروشیم.
ای قیمت پیشنهادی است آقایان. از ای که دکان پهلو خالی است، امرای صاحبش به توافق رسیدن آسان خواهد بود. اما از لحاظ ساختمان دکان شما در یک وضعیت بسیار بد قرار داره. به خاطر همین مسئله ما قیمت پیشنهادی خود آماده کردیم. این نرخ بسیار پایین است. آقا اشرف، میشه به نرخ پیشنهادی خود 5% اضافه کنیم؟ محاسبات ما را بر هم نخواد زد. فکر نکنم. ما 15% افزایش میخوایم. 15%؟ بسیار خوب. ما باید فکر کنم. یعنی اگه 12.5% هم شما میشه. زنده باشین، لطف کردین. تا شما برام وقت بتین. امشب با هم ملاقات میکنیم. در باشگاه یکی از دوستایم خواهد بودم. دریوارم پشتون میاد، درست است؟ نه 1000 دفعه، چرا نه؟ پس شبم دیگر خواهد دیدیم. بسیار خوب، خدا خداحافظ. برش میگفتی صحیح است، اشتباه کردی. همون پیسه هم از دست ما خاط رفت. تو این کار برام ابان. من میفهم خودم چی کار کنم. تو هیچ چیز نمیفهمی. اگه میفهمیدی تا امروز از تو یک چیز جور میشد. تو چی میگی او چه از خودت چی جور کردی؟ خدا کشتی بالاخره یک مامور شدی. به خاطر 3 قران پیسه از صبح تا شام جان میکنم. کار خو میکنم. مثل توری دیدو نمیگردم. دانه تا بس سکه میشه. اگه بس نکنم چی میشه؟ بعد از سالا یک فرصت بر ما پیش آمد. حق مرا خوردی. در برابر من خوزبان بازی کردم ایتانی. برو اخت از پدرم بگی نه. برو نه. من این مسئله رو حل میکنم. خواب دیدی. او دکان فروخته خود شد. لو دره. بفرمایید نوش جان. دستتان درد نبینه. زنده باشید. روزتان بخیر. خوش آمدید. بیا بیشین. حالی نانت تیار میکنم آیشه دختر. بیا دخترم، بیا این طرف. اینجا به خیالم یک چوکی خالی است. اجازه میتین بچه ها؟ جای کسی است، یک رفیق ما میاد. با نان خانم تا آمدن رفیقتان بشینه. نان خود خوردن میره. کاکا گفتم جایی نیست، متوجه نشدی؟ شریک ساختن نیازمندا بعد سرخان برکت میاره. این کارا نکنین بچه. تو گفت کشال میکنی کاکا. اینا بگار چقدر جای خالی میخوایی. بگی عجیب مردمایی به خدا. بخسه که بره. رقم که دلتان از بچه. ببخشید پیر شدم. بسیار میبخشید. بازم تشریف بیارین. بیا بیشی دخترم. زنده باشین. پدر تو میخوای روزگار ما رو سیاه کنی؟ کاش که میفهمیدم منظورت از این کارا چیست. چرا متوجه مشتریای ما نیستی پدر؟ چرا اینطور میگی بچه؟ من همیشه به مشتریای احترام قائل هستم. کاری که میکنین باعث آزردگی آقای ابراهیم نشم. تو فکر میکنی که روزی انسانها را به همدیگر انسانها میتن؟ روزی دهنده خداوند است. خداوند خودش بهتر میفهمه که به چه کسی به چه مقدار لطف بکنه صالح. و الطاف الهی نیز به اساس یک سلسله اسباب است. یا خب پیسه نمیتن نان میخوره نه پدر. پیسه او قبلا پرداخته شده بچه. او پدر شما بخیر. لا حول ولا. روزتان بخیر. خوش آمدین بفرمایید. خوش باشین آقای ابراهیم. بگو بچه خودم هستم. چی میخواستی بیادر؟ نام من سالدی میر است. دکان پهلویتان خریدیم. رستوران جورش میکنم. با هم همسایه میشیم. خواستم براتون یک سلام عرض کنم. مبارک باشه بچه. میخواستم یک چیز پرسان کنم. شما 40 سال است که اینجا هستین، درست است؟ تو سرمارش خند میزنی؟ هم بازار ما رو خراب میکنی هم از ما طرز کار پرسان میکنی؟ این غیر ممکن است. پشتی گپا نگر. رستوران باز کردن نمیتونی. روزی هر کس در دست خداوند است بچه. مال با دادن نه با نگاه کردن کم میشه. تا به حال مال کی با انفاق کم شده؟ تو دمی چرت باش پدر. چند روز بعد که کل چیز از دست به تی باز خواد فهمیدی. چی حال انداختی؟ دیوانه ما کردی. یک دقیقه بیا بیرون. درست است. رستوران باز کردن نمیتونی. اگر کدام کار دیگه میخوای بکنی گپ علایده است. جراب بفروش، بازیچه بفروش، هر کاری که میخوای بکن. اما نمیمانم تو روزی ما رو قطع کنی، فهمیدی؟
مرا غلط درک میکنی. ما در اینجا نامدیم که روزی کس را قطع کنم. از اتحاد قوت به بار میآید. در اینجا یک عالم دکان است. اگه به اینجا عادت کنن بر شما فایده است. تو مرا خیال اشتراک کردی آقا صالح؟ حتما کسی برات گفته که پدرم یک آدم لوده و بی عقل است. خجالت بکش. بچه نکوی کارم. من دیگه چه نمیفهمم. من خب برات گفتم که رستوران واز نکن، مثل که تو گپا نمیفهمی. بچه نکو. محمد برات گفته بدم که ضرر میبینی. بسیار میبخشی بچه. من پیسه جمعیتم. مهم نیست ابراهیم کاکا. ابراهیم کاکا میشه برام یک گلاس آب بیارین؟ اینا دستی. بشین ابراهیم کاکا. حالتون خوب است نه؟ خوب هستم. خداوندا تو اولادای مرا اصلاح کن یا رب. با خدا باورم نمیشه. بعد از سال هاست که یک پیسی خوب به دست ما میرسید. هر چی که در قسمت است احمد خیر باشه. چی کنیم؟ سال هاست که یکی ما دو نمیشه. احمد تو برادرت کلان گناه را مرتکب میشه. نکنین. پدر سال هاست که به خاطر شما جان میکنه. پدرم از دست کلاشخی سال هاست که ما را مجبور ساخته با دو قرآن ماشو ماموریت گذاره کنیم. میام شو زندگی. اما تا بال شرافتمندانه زندگی کرده. اما ما دیگه به تنگ آمدیم. ما نه زر میخوایم و نه زیور. صرف یک چیز میخوایم. باز شروع نکو گلنار. میخوایم مادر شوم. فقط امی. تو عیب ما برای خون میکشی؟ ای دیگه چه گپ است احمد؟ میتونیم راههای دیگر رو پیدا کنیم. حداقل یک طفل به فرزندی میگیریم. این کار خود کده میتونیم. ما از طفل خوشم نمیاد. نمیتونی این کار در حق ما بکنی. حق مادر شدن از ما گرفتن نمیتونی احمد. اگه نه چی؟ اگه نه من از دست خود دادی احمد. مادر امروز مرا پیش پدر کلانه میبرین؟ اگه پدرت بردت میتونی بری. پدر قشلی رفتن پیش پدر کلانت نباش مشتاق. بردن نمیتونمت. همیال از دکان آمدم. ای پدرم هم نه. من آخر دیوانه خواد کرد. حالا موضوعی دکان پالویی برآمده. یک نفر به نام صالح اسمچی از اونجا را گرفته. اگه اونجا فعال شوه آید ما از بد بدتر میشه. شیطان میگه ببریمش دیگه آسایشگاه که بیغم شویم. بیا از پیر شده باز دکان ما می فکر کردیم. بابیم جایی نرن مادر. من بدون اونا چی خواد کردم؟ مانده نباشی ساله. شیشه رو نصب کردن ها؟ نصب کردن. کار ما خلاص است. میروی. ابراهیم کاکا ولی یاز خدا. تو نمیشه اشتباهی بچه‌ام بود. باید من جبرانش کنم. بگی بچه. تشکر کاکا جان. خدا خیرت بده. خلاص است. میذارم پیش دکان بچینید. اینجا بسیار مناسب است. در تابستان از دست گرمی در داخل مردم به عذاب میشن. طرفای چاشت اینجا بسیار بیروبار میشن. برای خود یک شاگردم بگی. شکر اول خدا و این دکان 40 سال است که ما و اولادای من روزی میدن. خداوند بر تو هم خوب کنه. ابراهیم کاکا 40 سال است که کار اینجا را پیش میبرید، درست است؟ بله. اما این دکان از من نیست بچه. امانت است. امانت است؟ بله امانت است. یک امانت 40 ساله. امانت آقا حسین است. روزی آمده پس خواد گرفت. ساله بیبی اون نوازگه که مشتاق است. چی گپ است؟ باز چی شده؟ گپ ما گوش که احمد. حال وقت جنگ داوا نیست. بان که یک دفعه دکان بفروشیم بازه هیچ وقت اگه خواستی روی تا در روی نزن. اما امشب خانه بیایی خب کوشش میکنه پدر قناعت بتون. باز هرچی که میکنی بکن. ما امشب پیش آقا هارون میرم. ما میایم. ضرور نیست. تو عصبانی میشی برام عصبانی میسازی. من خودم حلش میکنم. تو اینجا بیا شب سر نانم رای پدر گپ میزنم.
گلنار چرا نامده احمد؟ او یک کم خسته بود پدر، از این خاطر آمده نتونست، اما براتون سلام گفت. زنده باشه. تو هم برش سلام مرا برسان. احمد با پدرم اصل گپ بگونه. چی شده احمد؟ نه که در بینتون کدام گپ شده؟ نه پدر. گلنار و احمد از هم جدا میشن پدر. چی؟ این واقعیت داره احمد؟ بله. چرا احمد چرا؟ از دست شماست پدر، از دست کلشخی شماست. اگه دکان بر ما میدادین ما مشکل نداشتیم. بچه دکان با قضیه بیادر چی ارتباط داره؟ با پیسه ارتباط داره پدر. شما پیسه کار دارین. بگی بچه بیاز امروز درآمد ماوار دکان بینتون تقسیم میکنم. بگی هر مشکلی که دارین حل کنیم. اما بی احمد بر انصاف و پستکنده میگم دیگه گپ جدایی رو پیشم نزن. جای تو و خانومت سر هر دو چشمایم است. شما نباید ازم جدا شوین. موضوعی نیست پدر. یا دکانم مفروشین یا بگیرین بچه بگیرین هر چقدر که دلتون است بردارین. اما نه دکان فروخته میتونم نه واگذار میکنم. اما چرا؟ تا که آقا حسین نامده این کار کده نمیتونم. ما به او قول دادیم. آقا حسین گفتین؟ یا آقا حسین دیگه از کجا برآمد؟ مغزش بیخی پوچ شده. والا نمیفهم کی داستان آقا حسین از پوچی مغزش است یا ای که به خاطر ندادن دکان یک بهانه است. نه او قدرم نخواد باشه. همونطور است احمد. در این وقت آدم نباید حتی به پدر خودم اعتماد کنه. ایره خوراست گفتی. موتر آرون است نه؟ آها. برو یک کار بکن. میکنم. تو هنوز خو نکردی؟ خوابم نامد بابا جان. بیا پیش بابت بیا. بابا جان ما غریب هستیم. نیستیم بچیم شکر. چرا غریب باشیم؟ پدرم همیشه میگه که پیسه نداریم. مشتاق جان ما باید به چیزایی که داریم قانع باشیم و شکر بکشیم چون خداوند بنده‌های شاکر خدا دوست داره. ما وقتی که شکر کنیم او زیادترش برای ما میده. آقا حسین کیست بابا جان؟ آقا حسین مشتاق ساعت چند است؟ حالا برو خواب کن. کاکا باز به این طفل چی که پارو یاد میتی؟ چیزی بد خو برش یاد نمیتیم دختره. این طفل مثل خودت میسازی کاکا؟ چطور یعنی؟ نفهمیدم دختره. تو منظور گپای من خوب فهمیدی کاکا. شب بخیر محمد بیادر. ما بیادر میادر کسی نیستم. برو از اینجا. اینجا چندان جای هم نیست. ای که در داخل چی گپ است نمیفهمم. اما اگه از اینجا دور باشی بهتر است. من از کسی ترس ندارم. به تو هم غرض نیست. خوش آمده. خوش باشین. بفرمایین آقا هارون منتظر شماست. درست است. بفرمایین لطفاً از این طرف. خوش آمدی. چانس خوب. بازی میکنی؟ یک دو پر کدتان میزنم. خوشم آمد. پیش از اینکه در مورد معامله صحبت کنیم چند روز بازی میکنیم چطور است؟ بد نیست. بفرما. یک چال آمد. دول است. تقسیم کن.
بچشه مراتب مرامتر پر تراخ کو آفرین تو بردی والا بشه. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. خداوندا از ما و فرزندایم هدایت خودت دریغ نکو. به خاطر پیروزی دی امتحان زندگی مرا توفیق بده. مرا از راه راست منحرف نساز یا رب. از تو سپاسگزار هستم خداوندا. شکر به دربارت. منصرف نمیشی. وقت میبازی میخوای بیشتر بازی کنی. عالیست، بسیار عالیست. قبل از اینکه بازی را شروع کنیم امو سندار امضا کن. بیا از او بازی را تو خود بردی. حرکت کن، برو زود باش. حرکت کن، پیش برو. برو حرکت کن. اتفاقات بدی که سر انسان می آید نتیجه و ثمره کارهای بدی است که انجام می‌رسد. اما اگر انسان از این کارهای بد عبرت بگیره، خداوند قادر است که بدیهای او را به نیکی تبدیل کنه. چرا خبر نمیشه؟ ناوقت شده. محمد هنوز نامده. او را چیزی نشده باشه. هیچ چیزش نمیشه. شاید پیش گلنار رفته باشه. خدا کنه محمد اونا را آشتی داده باشه. گلنار چی کاکا؟ به خاطر فروش پیش خریدار رفته که معامله کنن. چی؟ یه تو نمیشه که هرچی شما بگوین همون تو شبه شما بازم شق کنین. ببینین کارا چه تو خود به خود پیش میره. فکر میکردم که ما رو به دادگاه معرفی میکنن. چطور شد که لای ما کردن؟ خب ما هم از خود دوستایی داریم. در یک میزم نشین بودنت از خود امتیازات داره دیگه. زنده باشین. کار فروش دکانم گپ زدن نتونستیم. دیگه ضرورت به گپ زدن نیست. اصلا در دست ماست. باقی مونده شام برات نقد میدیم. قضیه حل میشه. یعنی چی؟ از ما قرضدار هستی آقا محمد. در مورد جزئیاتش دکان آمده باز گپ خواهد زدیم. اما اگه پلیس نمی آمد؟ میخواستم برتان اقامت خانه بدون مجوز اطلاع بدم. من تاجر هستم. با فرضیه سر کار ندارم. هرچی لازم باشه همون کارم میکنم. این کارا کلش از دست تو ساله. برات نشان خواد دادم که کلمه زدن یعنی چی؟ ساله! کدام مشکل پیش آمده؟ تو خودت مشکل هستی. گم شو برو از اینجا. نمیخوایم تو رو ببینم شیطان نامرد. چی گفتی؟ به خاطر تو یک عالم مصیبت سرم اومد.
تمام شب ده توقیف بودم، بس نبود که قرضدارم شدم و اون قرضه که بالاتر از توانم است. با پلیس ما نگفتیم، اما اگه با جای خودت می بودم از یه اتفاق عبرت میگرفتم. با جایی که از یه خانه دیگرها بگیرم اونا رو متهم به سزا میشم، با نفس خود محاسبه میکردم. تو چی گفته رئیسی؟ چی میگی؟ ما همراه جنگ نمیکنم محمد، با خاطر که ابراهیم کاکا آزرده میشه. با جایی که با ما و پدر تو دکان مبارزه کنی، برو با نفس خود مبارزه کن. شاید او وقت به یک نتیجه مطلوب و بهتر برسی. این گپ ده اینجا خلاص نمیشه، نمیمونمت. تجارت پیشه معروف ماهر کسکین از طرف اشخاص نامعلوم وحشیانه به قتل رسید. جسد مقتول از طرف مردم در یک زمین خالی پیدا شده است. گمان می رود وی به دلیل داشتن قرضهای زیاد به قتل رسیده است. شیرازه اینا از هم پاشیده ابراهیم. خداوند عاقبت ما را بخیر کنه. بچه گپایی را که شنیدیم راست است؟ کدام گپا پدر؟ از خاطر فروش دکان پیش کدام خریدار رفتی؟ بیبی محمد خبرها را بخوان. انسان ها به خاطر پیسه یک دیگه خودم میکشن. ما شکر گزاره میکنیم و چیزی کم بودم نداریم. بچه خواهش میکنم. بوی سوختگی میه. چی شد بچه؟ دیگه چی شد پدر؟ دیگه سر داشت یادت رفته. من نماندیم بچه، من هیچ خبر ندارم. اگه شما نماندین پس کی مانده؟ کی مانده؟ چی شده؟ دیگه سر داشت تو موندی؟ نه من استراحت بودم. راست میگم من نماندیم، والله من نماندیم. نه پدر دیگه بیخی اعصابش ضعیف شده. خدای نخواسته اگه خانه در میگرفت. یک چاره خواد کردم. من دکان میرم، تو هم امرای من بیایی بچه؟ دکانم عوض میکنم پدر. نه بچه ما هم میرم. آقا حسین باز شروع نکن از آقا حسینت. 35 ساله شده من با به اینام کدام رفیقت نمیشناسم. از خود جور میکنی. از خود جور نمیکنم بچه. قول او همه گپ سخن دکان به نام خودت است. آقا حسین دیگه کیست؟ دکان پیش من امانت آقا حسین است. به خاطر کی دکان به منتی آقا حسین کشیدی نه؟ من راست میگم، والله بالله من راست میگم. درست است کاکا، تو مشتاق به پارک ببر. باز دکانم میری. بابا جان بریم پارک لطفاً مرا ببرین. درست از جان بابش، تو که بخوای من چطور نبرمت. بیا که بریم. بابا جانی گلا رو سعی کنین، چقدر زیباستن. اونا رو نکن، فقط سیرشان کن. خب درست است بابا جان. دخترم تو خوب هستی؟ وضعم بسیار خراب است، لطفاً کمکم کنین. اوه خدا، باید به شفاخانه ببرمت. تنهاستی دخترم؟ شوهر و یا کس و کوی دیگه نداری؟ نه خیر، کسی رو ندارم. شوهرم 5 ماه میشه که فوت کرده. حوصله کن دخترم، تا پیش تکسی رو طاقت کن. من تو رو به شفاخانه میبرم. مشتاق. سلام. پس تو گلا را بسیار دوست داری ها؟ بله. نامت چی است؟ مشتاق. نام شما چیست؟ مشتاق؟ 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 مشتاق بچم کجاستی؟ مشتاق؟ اوه خدایا، نوازی به خودت نگاه کن. بیا دخترم که تو شفاخانه ببرم. ای بچه کجا رفت؟ بابا بابا ای بابت کجاست؟ نیستن، کجا رفته باشن؟ گفته بودی رستوران دارن
بیا که من تو رو ببرم. شما دکان بابی ما دیدین؟ البته که دیدین. بیا اینجا مشتاق. بابت کجاست؟ نمیفهمم، گم شدن. یعنی چی که گم شده؟ من ساتیری میکردم، یک دفعه از پیشم گم شدن. میبینین یک بلستوشا که تنها مانده و رفته. هی تو چه قسمی اینجا اومدی؟ برای کاکا حسین آورد اینجا. بیبی طفلا مثل خودش جور کرده. تنها مانده رفتنش کم نبود که برش یک عالم گپای مزخرفم یاد داده. عاجل باید به گلنار زنگ بزنیم. زود باش بیاین. به خاطر این کار باید یک راه حل پیدا کنیم. شما از اقارب حفیظه هستین؟ نه دختره، من از اقاربشان نیستم. حفیظه سابق همسایه ما بود. شما رو قبلا هیچ ندیده بودم. بیچاره رو در پارک دیدم، گرفته اینجا آوردمش. فهمیدم. وضعیتش چطور است؟ خوب نیست کاکا جان. طفلش به دنیا آمد، بسیار صحتمند است. اما حفیظه رو به بخش مراقبت‌های ویژه بردیم. وجودش بسیار ضعیف است. طفلک چطور خواهد شد؟ از او کی مراقبت خواهد کرد؟ برای یک مدت در شفاخانه ازش مراقبت خواهد شد، اما بعداً چطور میشه نمیفهمم. شوهر حفیظه چند وقت پیش در یک حادثه فوت کرد. خدا نکنه اگه حفیظه هم چیزی شود طفلک تنها میمونه. تا جایی که من میفهمم قوم و خویش و کس و کوی هم ندارن. زن بیچاره، خدا شفاش بده. انشالله کاکا جان. اگه با من کاری بود شما میتونین مرا در این آدرس پیدا کنید. بگید دختر. درست است کاکا جان، زنده باشی. فعلا خداحافظ. خداحافظ. حالا چی میخواین بکنن؟ این کار درست نیست. حال وقت دلسوزی به جای نیست گلنار. خودمون مشکل داریم، به او رسیدگی نمیتونیم. اگه در یک آسایشگاه باشه در اونجا بهتر ازش مراقبت میکنن. صبحکی کم بود خانه رو در بتر. خوب شد که من بیدار بودم، اگه نه حال کل ما خاکستر شده بودیم. محمد حق به جانب است، یک کار باید بکنیم. اگه نه هم به خود و هم به ما جنجال خلق میکنه. خدا را شکر که صحیح و سالم به دکان آمدم. پدر تو کجاستی؟ یک مسئله بسیار عاجل پیش آمد. یک خانم عامله درد میکشید، کس و کوی هم نداشت. شفاخانه بردمش، نمیبردمش. از دلشون خجور نکردن. پدرت رو نمیشه، صبحکی هم کم بود که خانه رو در بتین. زیر دیگه خب من روشن نمانده بودم جان پدر. پدر گپ دیگه خلاص است، دکانم فروشی. اما این کار غیر ممکن است. من اینجا را به این شرط گرفته بودم که در آینده با آقا حسین واگذار کنم. من کم کار دارم، او را خلاص کردم میایم. تو هم خوب فکرهای تبوک فهمیدی؟ راستی بی آقا هارون، من این دکانه فروخته نمیتونم. آگه تو راست پس چرا ای کار کردی؟ ها؟ به اساس چی او سندار امضا کردی؟ حواله به نام کیست؟ به نام برادرت است؟ نه، به نام پدرم. خب او خب آسان است. یک راپور سی به پدرتون بگیرین خلاص. چطور یعنی؟ راپور چی؟ از یک دکتر راپور ضعف اعصاب میگیری. حق مالکیتش نسبت به داراییش از او سلب میشه. بله، اما فکر نمیکنم این راپور رو بتن. هنوز اعصابش به اون اندازه ضعیف نشده. او هم آسان است. دکتر و وکیل مدافعش پیدا میکنیم خلاص. خب اما حداقل نصف مبلغش. قرض ما برای میرسی محمد. ما مؤسسه خیریه نیستم. مرا مجبور به انجام کار دیگه نساز. صبح بخیر ساله بچه. صبح شما بخیر ابراهیم کاکا. زنده باشی. پدر یک دقیقه. صبح بخیر. محمد بچه امروز وقت آمدی. حتما متوجه اشتباه خود شدی نه بچه؟ پدر امروز دکان آواز نکن. اما چرا بچه؟ حالی گپا رو بان. ما تو پیش یک دکتر میریم. چی؟ پیش دکتر؟ بله. پدرت به دکتر نیاز نداره.
با کارهایی که مربوط تو نمیشه اگه مداخله نکنی خوب میشه آقا سالم. خب درست است، پیش دکتر میریم. مجبور نیستیم که بریم. تو را غرض نیست. اله بریم. ساله بچه، دکان امروز تو باز کن. شاگردم امروز کمک میکنم. من میرم. دکانم پیش تمانت است. اگه آقا حسین بیایم سلام برش برسه. امانتی رام برش بده. بریم دیگه پره. بیا حوصلگی نکن پدر. دکتر صاحب فقط یک معاینه عمومی میکنه. حداقل پیش دکتر همیشگی میرفتیم. اون مریضی های منو میفهمید. اوف پدر پشتی گپا نگرد. این دکتر زیاد فهمیده است. بفرمایید داخل. آقا آرون امروز برام زنگ زد. از دوستای بسیار خوبم است. قضیه را برام گفت. کمکتان میکنم، نگران نباشید. حالا راپورتان رو نوشته میکنم. بفرمایید. زنده باشید. نوش جان. هه خوب شد بدون سر و صدا پیش دکتر رفت. بیبی بلالایت اعتماد نمیکردی. بعد از این چی میکنی؟ وکیل پدرم میشم. چطور یعنی؟ آسان است. با فیصله محکمه. بعدش دکان فروخته پیسیش میگیریم اما تو نیست؟ بله اما تو راست. بله. زنده باشه. بیبی ساله از کسی که سر مال دیگر را جنگ میکنه دیوانه‌تر پیدا میشه. بچه هایم نمیفهمند که از اونا که بیشتر در این دکان آقا حسین حقدار است. ابراهیم کاکا ولی از خدا بگوینی آقا حسین کی است؟ آقا حسین سالها پیش در شرایط بسیار دشوار به دادم رسیده بود. درست 40 سال پیش بود ساله. به رضای خدا بسیار گشنه هستم برادر. بسیار میبخشی برادر. پیشم هیچ پیسه نیست که برد به تو. خیر ببینی. خدایا تو بزرگ هستی و همه چیز قادر هستی. گشنه ها را بیروزی نمان یا رب. امرم کمک و کسب فقرا و نیازمندا دستگیری کنم. دو از آقا حسین در پیشم شیشته بود. روش طرف ما دار. میخوایی کار کنی برادر؟ زنده باشین. چرا نه؟ البته که میخوایم. چون میخوایم هم به خود و هم به دیگاه فایدیم برسن. بعدش هم کسی که به خاطر گرفتن دکان و ساختن این رستوران مرا کمک کرد فقط آقا حسین بود. ساله بچیم از تو خواهش دارم. مهربانی ابراهیم کاکا بکنین. اما برم قول بده کاری را که برید میگم میکنی. بجز از تو کسی دیگه اینه ندارم که سرش اعتماد کنم. هر چی که شوه، یعنی اگه من در اینجا باشم یا نباشم اجازه نده این رستوران فروخته شوه و یا ای که چپه شوه. قول است؟ قول است. محمد آمدی؟ الان بریم این کار خلاص کنیم. حالا اگه را پوری سیر نشانشان بتیم قوله را برام ما میکنن؟ البته ما وکیل پدر خود میشیم، یعنی صلاحیت دار ما میشیم. در قانون ماده و در دست ما راپور است بچیم. الان بریم. فیصله میشه. شخص موصوف که در راپور از وی تذکر به عمل آمده دچار اختلال مغزی بوده و موضوع از طرف اهل خبره نیز تصدیق گردیده
آقا حسین براتون بسیار سلام گفت. و علیک السلام. تو هم سلام مرا برشان بگو. در دکان منتظرشان هستم. زنده باشین. به خاطر نان تشکر. اوه چی تکنیکه. یک سلام بته و مفت نانت بخور. پدر این فیصله قاضی محکمه است. بعد از این وکیل تو ماستیم. در اینجا نوشته است که اختلال مغزی مانع تصمیم گیری درست در امورات زندگی میشه. من خوب هستم بچه. شما یک اشتباه بزرگ مرتکب شدید. تو را دیگه پا غرض نیست. ما در یک آسایشگاه گپ زدیم و به توافق رسیدیم پدر. تو اونجا میری. در اونجا از تو بهتر مراقبت میکنن. پس این دکان چی میشه؟ اینجا را یک فروشگاه بسیار کلان جور میکنن پدر. ساله بچه قولی رو که به ما داده بودی یادت نره. با یادم هست ابراهیم کوکو. بابا جان کجا میری؟ مشتاق جان بابش. بعد از این من یک جای دیگه بوده باش میکنم. درست است؟ یکان دفعه پیشی من بیا. ملکه دخترم نوازی به پیشی من میاری نه؟ میارم کاکا شما نگران نباشین. سر ما دیر میشه خنده. بابا جان نری. خنده بابی خود ما پس میرم. بابا جان از ما جدا نشه. خنده بابی خود ما پس میرم. بابا جان نری. بچه بابا جان نری. بابا جان. دکان که خالی بود مشکل نبود. صاحب نام شاید مشکل تراشی کنه. بکنه. ما گرفتنش بلد هستیم. اگه ما بخوایم جایی است که گرفتن نتونیم اشرف؟ نه صاحب. بفرمایین اینجا بشینین. ما نان خوردن نامدیم. صاحب دکان توستی؟ بله. اینجا رو برای من بفروشی؟ نفهمیدم. اگر نفهمیده باشی خی گوشایت خوب باز که و بشنو. دکان پولی رو هم گرفتیم. ما میخواییم اینجا را یک فروشگاه بزرگ جور کنیم. در فکر قیمتش نباش. ما اینجا را نواز کردیم. تصمیم فروختنش ندارم. و خیلی فهماندت نتانستم. برات نگفتم بفروشی یا نه. گفتم بفروش. نمفروشم. یا بزار یا برزا بفروشی. ضرور نبود از کار رخصت بگیری. من خودم خلاصش میکردم. نه خودت نگفته بودی که تا دی وقت با پدرتم اعتماد نکو؟ روز بخیر جناب ها. میخوایم یک جایی کار خلاص کنیم. درست است. تشکر. نوش جان. کاکا ابراهیم نیستن؟ نه خیر. دکانه بسته میکنیم. برو دیگه جای گدایی کن. گفتم برو. عجیب است به خدا. پدرم با این کاراش کلگی را مختخور ساخته. این چی حال است؟ حساب خدا بعد از تصفیه قرض قمار آقا محمد انجام میدیم. درست میگم؟ قرض قمار گفتین؟ السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. خداوند مرا از لذت شکر کردن بی نصیب مگردان. مرا همیشه از جمله بنده های شکرگزار خود قرار بده. فرزندهای مرا اصلاح بساز. به اونا راه راست نشان بده یا رب. ما تنها محتاج تو هستیم. ما را محتاج دیگران مگردان.
چطور تونستی کارو بکنی لالا؟ چطور؟ یک اشتباه شد دیگه بچیم. این دیگه چی رقمش است؟ ما خبر نداریم تو سر خود چی کارایی میکنی؟ او آدم مرا بی رقم بازی داد. برای احمق فکر کردی؟ ما چی کار هستم؟ فکر کردی معمولیستم؟ میخواستم برات بگویم اما فرصت نشد. ما دیگه شنیفم محمد. اینجا به دیگه کس فروخته میشه. تو اون قرض قمار خدا هر که میخوایی همو قسم بده. برو این گپا رو با قارونت بگو. پنج ماه شده که نه دخترم و نه بچه‌ام به دیدنم آمدن. هر روز میگم که امروز میاین و صبا میاین، اما انتظارم بیفایده است. تو بازم پالیمان دستی که اولادای تا 5 ماه پیش دیدی. از ما پورا 3 سال شده که نواسای خدا ندیده. یگانه آرزوی می بود که دوره پیری خدا در کنار فرزندا و نواسای خود دیر کنم، اما قسمت نبوده. پیر که شدم تک و تنهای ماندن و رفتم. همین که خداوند در قلب انسان باشه کافی است. متباقیش به درد نمیخوره. ما دیگه نان خوردن میره آقا ابراهیم. تو هم دیر نکن. ما هم چند دقیقه بعد میایم. سلام ابراهیم کاکا. اوه خوش آمدی ساله بچه. بچه هم خود تو رو آزار نمیتن نه ساله؟ اگه یه طور باشه حوصله کو بچه. من صبر میکنم تو هم صبر کن. آقا حسین در این وقتا خاط آمد. تا آمدن او اجازه نده که دکان فروخته شود. لطفا. امیدوار هستم تصمیمت گرفته باشی. تصمیم ما تغییر نکده. دکان نمفروشم. ببین بیادر، اگه بر ما مشکل تراشتی کنی ضرر خود کردی. دکان پالو خلاص است. بیا تو هم بر رضایت خود پیشنهاد ما را قبول کن که پشیمان میشی باز. با خیلی فهمانده نتونستم. دکان نمفروشم. بسیار خوب. تو خودت خواستی تر شوه. حالا که از تصمیمت منصرف نمیشی بس ما هم رای تمکاری میکنیم عزیزم. لالا بارون گفتی که دکان نمیفروشیم؟ گفتم نتونستم. ما یه خریدار پیدا کردیم. هر چی زودتر باید به او خبر بدیم. مرا خواهد کشتن احمد. تو چی میگی؟ اونجا چی گپ است؟ سعی شد بس کنه. همه خبرسش است. یادت باشه دفعه دیگه خدر با نرمی رفتار نخواد کردی. یک فرصت دگام برات میتم تا که فکرهای تکنی و هوشت بگیری. فهمیده شد بچو؟ شما هم شطور دیدین؟ ندیدین. فهمیده شد؟ او مشتایی که ازش چشم پوشی میکنه یک روز جان شما رو به درد خواهد آورد. مهلت را که براتون داده بودم پوره شده. کارهای واگذاری دکان هرچی عاجل باید شروع کنیم. بس است دیگه. نمفروشم برات. دستتام خلاص. هر وقت که پیسه از او خریدار دیگه گرفتم باز برات نیتم. ایرا سایکا آفرین با تو. چقدر زود تکنیک ها را یاد گرفتی. اگه خدا کدمه نزنی بهتر خود بود که الماخ. چون اگه کدمه خدا بزنی کده پری کو خدا زنی. زنده باشه. شب بخیر.
خوش آمدی. مشتاق کجاست؟ ندیدمش. دتان دروازه منتظر تو بود. در اونجا نبود. عجیب است به خدا. در منزل بالا نباشه. بله. برات گفته بودم که خدا قدم نزن محمد. بچه دست ماست. سبا دکانت برام بفروشی و بچه پس میگیری. فهمیده شد؟ گپا فهمیدی؟ چطور میتونه این کارو بکنن نامبر؟ چرا تفلک ریختونده؟ حالا دیگه مجبور هستیم دکان به آروم بفروشیم. نمیتونم زندگی بچه خدا به خطر بندازم. لالا اگه با پلیس رابطیم چطور؟ نمیتونم. بچه آزار میتن. از گپ خبر شدیم. این نفر بسیار خطرناک است. میتونه به طفل آسیب برسانه. به خاطر نجات مشتاق یک فکر کردیم. فعلا کلام کار نکنیم. در داخل منتظرتان است. خدایا در چی یک بلای خدا گرفتار کردیم. باید گپ پدرم قبول میکردیم و در فکر فروختن دکان نمیشدیم. حال دیگه بسیار دیر شده. خوش آمدین. ما منتظر شما بودم. دروازه را به طریقی خود باز کردیم. از نظر شما کدام مشکل نداره. هرچی نباشه اینجا دیگه ملکیتم است. بچه ایم کجاست؟ اول قرارداد پاسان بچه و یا پاسان بچه اول قرارداد. بیبی قرارداد اینجاست. تنها یک امضا کافی است. حاجت به خواندنت نیست. تنها امضا کن. یادت نره بچه در دست ماست. نیست رفته. امضا کن. سلام. من حسین هستم. ابراهیم نیست؟ پدرم راست میگفته. واقعا کسی به نام حسین است؟ حالا امضا کن قرار داده. چرا با گفی آدم میکنین؟ چون که پیش شما یک چیز بسیار دوست داشتنی این است. تو به هیچ صورت نمیتونی چیز دوست داشتنی اینا رو پیش خودت نگاه کنی. این دیگه چی گپ است؟ اگه گپ مرا باور نمیکنی از نفرات پرسان کن. بله کامی. لالا بچه پیش ما نیست. یعنی چی که نیست؟ یک طفل نگاه کنه نتونستین؟ چطور نتونستین یک طفل خورده نگاه کنین؟ هارون یاور متهم هستی. تو را به اتهام قتل ماهر کسکین، غصب ملک و کودک ربایی دستگیر میکنیم. ببرینه. الاکو مرا. پدرتان دوست قدیمی است. البته یاد شما نمی آید. شما وقت طفل بودین. آقا ابراهیم یک دعای بسیار خوبی کرده بود. خداوند ما را به هم رساند و این رستورانت هم واز کردیم. آرزوشی بود که دست یاری به فقرا و نیازمندا دراز کنه. امیدوار بود که شما همراه او را ادامه بدین. بشه. شام بخیر. اگه نان مانده باشه یک کمک برام بده. با خاطر رضای خدا بچه این بسیار گشنه است. بگیرین پدر جان. زنده باشه. ما چی کردیم محمد؟ چطور تانستیم در برابر پدر خود ظالم باشیم؟ سبا رفته پس میارمشان. انشاءالله حتما ما را میبخشن. بیاین و پس دکان به کار شروع کنن.
پدر، ما یک اشتباهی بسیار بزرگ مرتکب شدیم. خواهش میکنم ما رو بخشین. بخشیدمتان بچه. مشتاق بچه. بابا جان دل براتون بسیار تنگ شده بود. اجازه بسیم دستتان رو ماچ کنیم. زنده باش. پدر جان ما رو ببخشید، نادانی کردیم. نه قدر شما رو فهمیده دانستیم و نه قدری دکانه که تا به امروز به هزار مشکل سر پای نگاهش کردیم. میفهمیدم که یک روزی متوجه میشین. بچه پدر جان من کاکا ابراهیم کار داشتم. دخترم تو هم پرستار هستی که در شفاخانه دیده بودم. خیرت باشن نکنه حفیظه را هنگام زایمان از دست دادیم کاکا. طفلک در شفاخانه تک و تنها مانده. ما امکانات ندارم. نمیخوایم در پرورشگاه کلان شوه. شما شاید بتونین اون را کمک کنین. ما از دل جان کمکش میکنیم. همونطور نیست احمد؟ بله. چقدر شیرین است. زنده باشید. قندولک. دعا چقدر مهم است. بله، خداوند بزرگ میفرماید که اگر دعایتان نباشه شما ارزش ندارید. کسایی که اهمیت میتن اعتبار برسیدن. بله، اهمیت دهندگان و پیمانه اعتبارشان در یادها باقی میماند.